اگه روانشناسی داره به تو میگه که تو نیازی نداری خودتو به اطرافیانت ثابت کنی، به بقیه ثابت کنی، داره ازت میخواد که توی دنیای صورتی و پررنگ و لعاب فانتزی زندگی کنی. دنیای واقعی این شکلی نیست. تو باید خودتو به همسرت، اطرافیانت، رفیقات ثابت بکنی. اون کسی که یه حرفی بهت زده، بهت کلی فشار اومده، تو باید خودتو به اون ثابت کنی. به اون، به خودت، به اطرافیانت و به همه دنیا باید خودتو ثابت کنی. این یه فرمول ساده است، یه حقیقته. حالا روانشناسی میاد میگه که نه، تو دنیایی که هستی فقط خودتی و فقط کافی خودتو به خودت ثابت کنی، فقط کافی با خودت رقابت کنی. این حرفا مال این دنیا نیست. مغازه بغلی یه جوری داره بیزینس میکنه که اون تایمی که تو داری با خودت رقابت میکنی همه مشتریاتو بر میزنه، میبره. تو زندگی هم همینه و نهایتش تو میمونی و کلی قبض، کلی کرایه خونه، هزینه هایی که وقتی صاحبخونت میاد سراغت نمیتونی بگی که نه، من در حال رقابت با خودم بودم، در حال کار کردن رو خودم بودم. تو میتونی به صاحبخونت این جواب بدی؟ نه. لطفاً تا اینجا ویدیو لایک کن و بریم سراغ موضوع قبلمون. تو چند تا ویدیو قبل راجع به این صحبت کردیم که وقتی افکار منفی هجوم میارن به سمت ما، با تکنیک رین میتونیم تا حدودی کنترلشون کنیم و این تنها راهیه که واقعا جواب داده و خیلی ازش استفاده کردن و جواب گرفتن. خیلیایی که جواب گرفتن، نه خیلیایی که فقط ازش استفاده کردن. اومدیم دونه دونه حرفای کلمه رین رو با هم بررسی کردیم که حرف اول آر، یعنی که متوجه اون موضوع و مشکلی که میخوایم حلش کنیم تو زندگیمون بشیم. حرف A، اجازه بدیم که اون مشکل حضور داشته باشه، بپذیریم که این مشکل رو داریم، نه اون پذیرش صورتی رنگا، نه اون پذیرش روانشناسانه، این که ما باش مشکلی نداریم که این وجود داشته باشه. و حرف آی، این که بیایم بررسی کنیم ابعاد این مشکلمون رو، ببینیم که دقیقاً از کجا نشأت گرفته، چند قدم بریم عقب نگاش کنیم، مثل دانشمند، مثل کاراگاه بررسیش کنیم. مثال خشم رو گفتیم. نگاه کن ببین که هر روز تو رانندگی این خشم از چه فکری میاد. نمیشه هر روز موقع رانندگی خشمگین باشیم. نمیشه هر روز تو روابطمون حسود باشیم. نمیشه هر روز تو رابطمون بدبین باشیم. نمیشه هر روز فکر کنیم که بدبختیم، فکر کنیم که هیچی نداریم، فکر کنیم که سلامتی نداریم، فکر کنیم که نمیتونیم، استعدادشو نداریم. نمیتونیم هر روز بیایم به خودمون بگیم که تواناییش نبود، استعدادش نبود، مهارتش نبود. نمیتونیم هر روز به زندگی خوش بقیه نگاه کنیم و فکر کنیم که هیچ مشکلی تو زندگی اونا نیست. به جای این کار بیا هر روز اینو به صورت یه ابجکتیو از دور بهش نگاه کن، بدون اینکه ذره قضاوت کنی، بدون اینکه بخوای بگی که من چرا اینطوریم، باید تغییر بدم خودمو. بدون این کارا، اینا همش اضافه کاریه. با آرامش قبول کردی، حالا بیا بررسیش کن که این از کجا نشأت گرفته، از کجا میاد. این افکار منفی تو هر چالشی که تو زندگیمون داریم از کجا داره میاد. سعی کن بری عقب تو زندگیت، ببینی این حالته چند سال است. نه اینکه بری بگی وای من چه زندگی بدی داشتم، من پدر خوبی نداشتم، من خانواده خوبی نداشتم، اگه پولدار بودیم، اگه فلان بودیم، اگه بهمان بودیم. نه، اینجوری نگاه نکن بهش. برگرد ببین که این چند ساله با تو همراه این فکر، از کوچکترین زمانی که اون فکر بوده تا الان که هی داره بزرگتر میشه، چون تو هی داری با بیل بهش میزنی، با کلنگ بهش میزنی که بشکنیش، خرابش کنی و خودتو عوض کنی، ولی این فقط داره حجم پیدا میکنه. این مشکل داره بزرگتر میشه. ببین اولین بار چند ساله بودی که اون حس رو تجربه کردی، اون مورد و اون چیزی که میخوای عوض شه الان تو زندگی تو. ببین اولین بار کی بود که تجربهش کردی. قشنگ خودتو اونجا تصور کن، خودتو از دور نگاه کن. قبلا هم گفتم بیایم تو بالکن ذهنمون خودمون رو بیرون نگاه کنیم. همون جوری خودتو دوباره نگاه کن و اون مشکل رو جلوی خودت ببین. کم کم متوجه میشی که تو این موضوع رو
مثلا از 7 سالگی با خودت آوردی تا 30 و خورده سالگی، حملش کردی و با خودت آوردی. اکثر این افکار ما، این حالات ما، این رفتارهایی که ما تو پس ناخودآگاهمون داریم از ناآگاهی سرچشمه میگیره. مثل یه جلبکی که مثل یه خزه‌ای که تو تاریکی های پس ذهنمون رشد میکنه و فقط کافیه ما اونو بیاریمش تو نور که قرارش بدیم خود به خود خوش میشه، از بین میره. متوجهش شو، بررسیش کن، اینوستیگیتش کن و ببین که این مشکل از کجا اومده، اولین بار از کجا تا کجا با تو همراه شده. این که شاید اوایل دبیرستان بود، اوایل متوسطه بود، کلاس چندم بود که کم کم من این موضوع رو فهمیدم که فلان مشکل دارم، خود کمبینی دارم. این که شاید میخوام هی خودم رو به بقیه ثابت کنم، این که بقیه بفهمن که من تو این زمینه قویم. ببین اینو تا از کی تو داری با خودت حمل میکنی. و از همه مهمتر تو این مرحله اینه که تو ببینی این باورت، این فکرت، این داستان چه حسی داره تو بدن تو ایجاد میکنه و ببینی این تو چه اتفاقی داره برای تو میفته، چه حسی داری. عدم اعتماد به نفست تو بدنت چجوریه؟ این که ای میخوای خودتو به بقیه ثابت کنی، بجنگی که بگی من اینطوریم یا اینطوری نیستم، تو بدنت چه حسی داره بهت میده. این مرحله دیگه مثل مرحله قبل نیست که فقط متوجهش باشی، یه ذره بهش داری نزدیک میشی، میخوای ببینی که چه حسی دارم دقیقاً. تو بدنت دقیقاً حس کن که این از کجا میاد. احتمالاً از تو قلبت شروع میشه کم کم پخش میشه، کم کم گلوتو میگیره، احساس گرفتگی تو بدنت میکنی، دستات یه جوری میشن. همه اینا رو حس کن کم کم. Lean into the sharp point. به اون لبه های تیز و پرتگاه های وجودت که همیشه داری ازش فرار میکنی نزدیک شو و تکیه کن با خیال راحت. Lean into the sharp point. وقتی که سخت میشه، وقتی که داغ میشه، وقتی که میخوای بپری از خودت بیرون، بری با یکی بجنگی، با یکی دعوا کنی، بری فلان فیلم رو ببینی، فلان ویدیو رو ببینی، اون لحظه که میخوای بغض کنی، گریه کنی، اون لحظه که میخوای بری اینستاگرامتو چک کنی، دوباره بری تو گوشیت، فقط بری سراغ عکس‌ها، بری سراغ فیلم‌ها، این بار به جای فرار، به جای اسکیپ، به جای این که این حالت لین رو نداری، این بار فقط بشین، بهش تکیه کن، فقط ببینش، بهش نزدیک شو، ببین چه حسی داره درون تو. کم کم که این ساعت رو برمیگردانی عقب، متوجه میشی که این چیزی نیست که درون تو باشه، این چیزی که کم کم یاد گرفتی، کم کم تو ناخودآگاه تو ریشه کرده و تو رو مجبور به رفتارهایی کرده. همه اینا رو بررسی میکنی و مرحله آخر nurture پرورشش میدی. یعنی پرورشش بده، رسیدگی کن، محبت کن. یعنی اون چیزی که تو 9 سالگی میخواستی باشی یا داشته باشیش، اون چیزی که میخواستی بهت ندادن، به خودت بده. اون چیزی که تو 13 سالگی باعث شد فکر کنی که اعتماد به نفس نداری، باعث شد فکر کنی خنگی، اونو الان به خودت بده، راجبش فکر کن. همین اون تاییدهایی که تو 14 سالگی میخواستی داشته باشی یا از هیچ کسی نگرفتی، اونو الان به خودت بگو، خودتو تایید کن. همه اون چیزهایی که بهت دریغ شد و به خودت ببخش، همشونو تو همین لحظه چیزی که دلت میخواد بشنوی چیه. شاید یه نفس عمیقه، شاید یه لیوان آبه، شاید یادآوری این باشه که شقایق، سامان، هر کسی، اسم خودتو بگو. مهم نیست که بقیه راجع به چی فکر میکنن، مهم اینه که تو راجع به خودت چی فکر میکنی. تو این مرحله فقط مهمه که تو راجع به خودت چی فکر میکنی. تو وقتی با خودت کنار اومدی، اون وقته که همه اون حرفای روانشناسی رو میذاری کنار و خود واقعی تو جوری زندگی میکنی که هم برای بقیه الگو باشی، هم به همه جهان ثابتش کنی. هر کلمه منفی که تو راجع به خودت به کار ببری، بگی من نمیتونم، هر یک بار گفتنش باید حدود 40 بار باز به خودت برعکسشو بگی تا بتونی اثر اون کلمه منفی که به خودت گفتی و از بین ببری. اگه فکر میکنی با سرزنش خودت، با اینکه هی به خودت تکرار کنی که نمیتونی،
استعدادشو نداری، تواناییشو نداری، مهارتشو نداری، پول نداری، بدبختی داری، فلان مشکل رو داری، اعتماد به نفس نداری، اگه هی بخوای همه اینا رو به خودت بگی، این روش جواب نمیده، این تو رو تغییر نمیده. هی سرزنش کنی خودتو باید عوض کنی، خودتو عوض کن، تغییر بده، این روش واقعا دیگه جواب نمیده. تو باید بری زیر بارون تکنیک رین. تو راهنامه ما از تجربیات هم استفاده میکنیم تا به نسخه بهتری از خودمون تبدیل بشیم و بتونیم بهتر زندگی کنیم. فردا دوباره میبینمتون.